با درود و سلام دوستان عزیز، با درس عین انشالله که امروز شروع میکنیم. ببینیم که چی خواهد شد. خب بچه ها، ما برای شروع کار با نیش وحشی قلم باید به این شکل برای نوشتن حرکت اول عین این کار رو باید انجام بدین. به اندازه یک لبه قلم شما اینجا بگذارین. ببینین بچه ها، همین یک لبه قلم با نیش قلم گذاشتین، میرین بالا به این شکل یک قوس درست میکنین، یعنی این شکلی. اول همینجا به اصطلاح به این شکل قلم بگذارین، مرحله دوم به این شکل، مرحله سوم ببینین بچه ها اینو میسازین با نیش، با همون نیش وحشی قلم. مرحله سوم اینجا الان لبه به اندازه یک لبه قلمه، به اندازه ببخشید به اندازه تقریبا 60% 70% لبه قلم اینقدر میشه. اینجا ما عینی که می‌نویسیم تقریبا 60% 70% قطر قلم. ولی شما قلمتون رو در کجا میگذارین؟ در این تقریبا 50% قطر قلمتون. از اینجا تا اینجا اگه تمام قلم باشه، اینجا 50% قطر قلمتون رو میگذارین. میاین با نصف قطر قلم یک قوسی به این شکل ایجاد میکنین تا این زیر گلوگاه میاد تا اینجا. این مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله چهارم. دوباره همینو می‌نویسیم. ببینید اینو ساختیم. بعد از اینجا ما یک دانه تا این زیر گلوگاه این میاریم. بعد اینجا با نیش قلم این مرحله رو به این شکل انجام میدین. شد این مرحله چندم شد؟ مرحله چهارم. مرحله پنجم و مرحله آخر عین اینه بچه ها. اینو گذاشتیم. مرحله دوم اینو با نیش قطر قلم تقریبا 60% قطر قلم میتونه. اینجا میای به این شکل. این دو نقطه است، یعنی ارتفاع این دو نقطه است. ببینیم بچه ها، از اینجا دیگه الان تمام پهنه قلمتون رو در نظر میگیریم. میذارین اینجا به این شکل. عین رو به این شکل ترسیم میکنین. ببینید اینجا پشت رو با قلم میسازین. خب اینجا طبق همون برنامه‌ای که قبلا داشتیم، یه نقطه از این ور، 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 گوترین قسمتش اینجا باشه. اینجا هم شبیه به یک تخم مرغ باشه. پس ما عین ما در 5 مرحله نوشته میشه. ارتفاع اینم یک نقطه، دو نقطه، 3 نقطه و 4 نقطه. یعنی عین شما هم مثل هی شما همون 4 نقطه ارتفاع داره. یعنی از اینجا تا اینجا شما یک نقطه است. خب این حرکت حدود یک نقطه است، مثلا یک نقطه کوچیک‌تر میشه. بعد این پیچش شما تقریبا به اصطلاح یک نقطه بزرگتر میشه. از اینجا تا اینجا حساب کنیم یک نقطه درشتر میشه. داخل اینم از نقطه خیلی کوچیک‌تره. این تقریبا شما یک دوم نقطه اگر یک مربع بذارین تو اون شکل داخل اونجا میاد. در اتصالات به عنوان اولین حرف به این شکل نوشته میشه. اول ما می‌نویسیم، بعد با انشالله با صحبت میکنیم پیرامونش. عین به نگاه کنیم با نیش قلم. این همون عینه که در صورت جدا گفتیم به همون شکل تقریبا. این دنبالش همون مثلثی که در جیم ما انجام دادیم، در اینجا میتونین همون شما انجام بدین. عین به جیم همون رقم دقیقاً. این عین در جیم هم که نصب وصل میشه به همون شکل. عین به دال تقریبا همینه. عین به دال تقریبا همون عین به الفه. خیلی از عینا دیگه شبیه به هم نوشته میشه بچه ها تقریبا.
دیگه ما سعی میکنیم که بقیه رو ننویسیم. ما یک بار دیگه این مرحله رو توضیح میدیم. این مرحله رو که در سر عین توضیح دادیم، یک مرحله رو اینجا بر شما یک دفعه دیگه این مرحله توضیح میدیم. مرحله اول با نیش قلم، همون مراحلی که به اصطلاح در اونجا رفتین شما میاین. بعد اینجا بچه‌ها شما میتونین به خاطر اینکه چیز بشه یک چیزی در حدود شبیه به نقطه بذارین اینجا. البته با حفظ این زاویه تقریبا یک حالت مثلثی شکل اینجا شکل میگیره. بعد اینجا شما دقیقاً از زیر اینجا دقیقاً از روبروی اون که حالت یک گازنبوری پیدا کنه میای همینو وصل میکنی به این شکل میگیره. سر عین شما حالت گازنبوری شکل داره. خب این مرحله اول اینه. مرحله دومش این قسمته. مرحله سوم این قسمته. نگاه کنی. مرحله چهارم اینه که به اینجا وصل میکنی. از اینجا نگاه کن، از دقیقاً زیاد فاصله نداره، از اینجا شروع میکنی همین قوس و میری بالا. یعنی شما چی کار میکنین؟ اینجا این زاویه نقطه رو با این زاویه نقطه دیگه وصل میکنی. البته با قوس که وصل میکنی تقریبا یک همچین چیزی در میاد. خیلی خوب. اتصال به اول کلمه هم به همین شکل است دیگه، از این غیر از اینا نداریم ما. باز اتصال وسط و اتصال آخر هم و همراه با کشیده در درس بعدی خدمتتون تقدیم میکنم. فعلا خدا نگهدار شما.